امروز در نزد وزارت کارهای خارجه آلمان گروه از شهروندان تاجیکستان و آلمانی ها تظاهرات گذرانده ایستادند. حالا برای دستگیری آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب دارند و از حکومت آلمان طلب دارند که عبدالله شمس‌الدین به آلمان برگردانده شود. در این تظاهرات حدود 100 نفر زیادتر اشتراک دارند. تشکیل کننده های تظاهرات اصلا آلمانی ها هستند، ولی ما تاجیک ها امروز تصمیم گرفتیم که اونا را همراهی کنیم. نگفته نماند که گروه از برادران بدخشانی هم امروز در این تظاهرات با ما همراهی میکنند و بعد از این ما میرویم نزد پارلمان آلمان، در آنجا تظاهرات میگذرانیم.